واحد روبروی خونه ما یه خانم مسنه که از همسرش جدا شده. یه روزی خیلی اتفاقی داشتم کمک میکردم وسایل خریدشو ببره توی خونه. ازش پرسیدم چی شد که از همسرتون جدا شدین؟ گفت شاید باورت نشه، به خاطر شکستن لیوان مورد علاقم ازش جدا شدم. کلی تعجب کردم، آخه مگه میشه به خاطر همچین قضیه‌ای 40 سال زندگی مشترک و بیخیال شد؟ گفت نه تعجب نکن، من 40 سال خیانت دیدم و بخشیدم، 40 سال بی‌توجهی دیدم و بخشیدم. تو این 40 سال هیچ وقت حامی و تکیهگاه من نبود و بخشیدم. کلی هم کتکم زد و بخشیدم. خلاصه اونقدر بخشیدم و بخشیدم و بخشیدم تا یه جای دیگه لبریز شدم و بخششم تموم شد. به خودم گفتم منتظر یه اتفاق باش تا دیگه نبخشی. و شکستن اون لیوان دقیقاً همون اتفاق و تلنگر بود. درس مهمی با این حرفش بهم داد. شاید آدمایی که یهو میذارن از زندگیمون میرن پشت سرش بارها ما رو بخشیدن و بخشیدن و بخشیدن و ما هیچ وقت توجه نکرد. نذارید بخشش آدمای عزیز زندگیتون تموم بشه، چون پشیمون میشید.